مرد از راه می‌گذشت و ناگاه توجهش به طفلک جلب شد که روی یک سنگ گریه می‌کرد. مرد نزدیک شد و گفت: پسر جانم، چی چیزی تو را وادار به گریستن کرده است؟ پسر که یاد و خیالش به کار بند بود جوابی نداد. مرد باشد دوام داد: بازیچه‌ات را گم کردی؟ طفلک به اشاره سر جواب انکار نمود. مرد باز پرسید: یگان مال قیمتت را گم کرده ای؟ طفلک با چشمان معصومش نظر به مرد کرد و گفت: بله. مرد گفت: بگو ببینم چیست و مال قیمتت که گمش کرده ای تا او را دوباره برایت برقرار کنم. پسر گفت: یقینا مطمئنی؟ برقرار کننده ای مالی باشی که من گم کرده ام؟ گفت: آره، چون که خیلی ثروت زیاد دارم. پسرک با اشک شش قطار نگریست و گفت: ای عمک، مادرم را گم کرده ام. قیمتترین شخصم را گم کرده ام. او را به من برگردان. مرد با مجرد شنیدن این سخن اشکش را داشته نتوانست و به اختیار گریه کرد. هنگامی که اشک در گرد چشمانش حلقه زده بود، هنگامی که گریه گلوگیرش کرده بود، گفت: پسر جانم، من طول 40 سال است که در جستجوی همین قیمتترین نعمت هستم، ولی 100,000 افسوس که هیچ نتوانستم بر عوض همه این مال و ثروتم دوباره پیدایش نمایم. برفتی از برم مادر، چی چاره؟ غمت سوخت و پیکرم مادر، چی چاره؟ با امیدی نظر بر در کنم لیک نبگشایی درم مادر، چی چاره؟ برفتی مادرم ماندی نشانه، و قلبم درد و داغی جاودانه. برفتی لذت عمرم ببردی، و هم بردی تو از ما نور خانه. برفتی وقتی رفتن گفتی جانم، دوام عمر خود را با تو مانم. براحت می روم تا زنده هستم، ایا ای مادری پر آرمانم. به قدر مادران برسید دوستان عزیزم. اوچه جانم، من تو را از جانم زیاد دوست می دارم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.